برای تکنیک گرادیوال لایت رفلکشن ابتدای کار موها رو کاملا با سشوار لخت میکنیم. کوچکترین گره، کوچکترین نم و رطوبت تو موها نمونه. شناسایی مو، ببینین بیبی هیرهای این سر در قسمت جلو پر از بیبی هیر و در قسمت عمق موها کیفیت خوبی داره. 6 سانت از نوک موها هم که رشد کرده در قسمت نوک موها هست، از شرابی و مشکی پرکلاقی کراتین استفاده کرده که بعد از ارائه لایت خود مشتری خواهان کاتش هست. خب موها رو بدون کوچکترین فرقی همه رو به سمت عقب شونه زدیم، کاور رو قرار دادیم، کاور زیر کلاه رو، و از مشتری خواستیم که دو طرف کاور رو محکم نگه داره. کلاه رو طبق استانداردی که داره با توجه به وسط ابروها قرار دادیم و پلن کارمون رو با ماژیک مشخص میکنیم. از بغل گوش تا بغل گوش دیگه به تعداد 5 تا 6 مربع با توجه به حجم سر مربع ها رو ایجاد میکنیم که اینجا من فکر میکنم 5 تا مربع رو ببره، تا 6 تا هم اشکالی نداره. این شد خط بغل گوش تا خط بغل گوش دیگه. حالا اینجا از خط بالای گوش، قبلی بغل گوش بود، اینجا بالای گوش تا خط بالای گوش دیگه چند تا دایره رو باید بکشیم که معمولا اینجا هم 5 تا 6 تا رو جا میده. با توجه به حجم سر ما دایره ها رو قرار میدیم تا به کجا برسیم؟ به خط بالای گوش سمت مخالف. و در آخرین قسمت از یک خط ممتد استفاده میکنیم که علامت گذاری بشه برای لایت های تدریجیمون. با توجه به گرادیویشن تمام سوراخ های روی کلاه که خارج از این طراحی ها قرار گرفته به صورت سوزنی و ریز در آورده میشه، ولی مربع ها 2 برابر سوزنی، دایره 3 برابر و این خط ممتد 4 برابر، چون رفلکتور یا انعکاس نور باید به تدریج باشه. این بیبی ها رو که حواسمون هست تمام به صورت سوزنی بیرون کشیده میشه در قسمت های جلو و هرچی که سوراخ های خارج از این طراحی هست روی کلاه باید به صورت سوزنی بیرون بکشیم. به این شکل همه مناطق رو سوزنی موها رو از کلاه بیرون میکشیم. بیرون کشیدن موها به صورت زنجیره‌ای باعث میشه که سرعت در کار داشته باشیم و صرفه جویی در زمان رو اینجا داریم. برای مربع ها، قسمت مربع ها 2 برابر اون قسمت سوزنی ها بیرون میکشیم، یعنی حجم موهای بیرون کشیده دقیقاً 2 برابر حجم سوزنی هاست. ولی برای قسمت مربع 3 برابرش رو در میاریم. 1 2 3. این 3 برابر موها، 3 برابر دایره ها رو بیرون میکنیم. کم کم قطرها رو اضافه میکنیم که افزایش نور رو داشته باشیم، گرادیویت رو داشته باشیم. حالا تو خط ممتد دستمون رو زیر موها میبریم، قلاب رو زیر موها حس کنیم، یعنی از اون زیر باید بیرون کشیده بشه و اینجا 4 برابر قطر سوزنی ها خط ممتد بیرون کشیده میشه، ولی فاصله 3 تا 4 تا رو باید داشته باشیم. در آخرین فاصله هایی که بین این قطرهای ضخیم میمونه باید سوزنی بیرون کشیده بشه. تمام منافذ بیرون از طراحیمون حتما سوزنی بیرون کشیده بشه و بسیار حائز اهمیتی که دستم همینطور زیر موها باشه و همینطور کاور رو صاف کنم، مرتب کنم که کاور پاره نشه. اگر کاور پاره بشه نشتی ریشه رو خواهیم داشت. ببخشید. نکته قابل توجه دیگه این که وقتی که ما قلاب رو برای بیرون کشیدن موها حرکت میدیم، ببینید داخل بردن قلاب به صورت مستقیمه. اگر من کج ببرم زیر کلاه باعث میشه که فاصله بیفته بین ریشه و ساق، عین آمبره بشه و اون ترکیب منو خراب میکنه. و نکته دیگه این که سرعتی کار کنیم، به خاطر اینکه کوچکترین تعریق کف سر مشتری باعث سخت در اومدن موها با روش کلاه میشه. برای همین باید خیلی سرعتی این کار رو انجام بدیم. کوچکترین نم و رطوبت باعث مشکل در کارمون میشه.
بعد از بیرون کشیدن ها حواسمون به این گره های ته موها باید باشه که صاف بشه و ضمن این که برای قسمت، ببینید اینجا گردی ها رو همشو صاف میکنیم که نمونه. برای قسمت بیبی هیر ها شروع کارمون با 3% توی این قسمت، ولی ما بقیه قسمت های مقابل از 6% استفاده. در تکنیک با کلاه حدوداً 25 پلن داریم که با طراحی های بسیار جالب و زیبا به مرور تو کانالمون آموزش خواهیم داشت و شما نتایج بسیار شگفت‌انگیز رو با پلن هایی که روی کلاه ایجاد میکنین مشاهده خواهید کرد و متوجه میشید که اون پلن هاست که نتایج خیلی متفاوتی رو ایجاد میکنه و بسیار جالبه. مثلا تو همین روش افزایش تدریجی نور و انعکاس اون رو خواهید دید. روش هایی که بسیار آسونه برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و دلخواه. اینو حواسمون باشه کاور رو تو هر قسمتی که موها رو بیرون میکشیم حتما صاف کنیم که باعث پارگی و در نهایت نشتی مواد به قسمت روی موها نشه. وقتی موها رو از تمام منافذ روی کلاه بیرون کشیدیم اونو بلیچ میکنیم و بلیچمون اگر نیاز به شارژ داشت با رنگ مناسب شارژ رو انجام میدیم و با توجه به پلنمون و با توجه به رنساژ هایی که ذکر میشه نتیجه کارمون به این شکل در میاد و شما افزایش تدریجی یا همون گرجویت لایت رو اینجا و انعکاس اون رو میبینید تو نتیجه کار و اینقدر زیبا شد این ترکیب که دیگه اون 6 سانت نوک مو رو کوتاه نکردیم، همونطوری موند. با ما همراه باشید برای آموزش های بعدی و اگر این تکنیک رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره.